گنرال مایور خدایقل امروقلوف سابقه‌دار کمیته دولتی امنیت ملی یا کگب یکی از بنیادگذاران نهادهای باجخانه یا گمرک تاجیکستان رهبر نخستین کمیته گمرک این جمهوری صبح 6 آگوست سال 2024 در سن 77 از عالم چشم پوشید. نزدیکانش بدون ارائه جزئیات گفتند که گنرال سابقه‌دار چند وقت آخر بیمار بود. مراسم نماز جنازه مرحوم نیمه دوم روز 6 آگوست ساعت 18:00 در وقت نماز عصر در مسجد سر آشای شهر دوشنبه برگزار می شود. خدایقل امروقلوف در دوران شوروی سالهای طولانی در ساختارهای کگب کار کرده است، ولی نام او بیشتر به تاریخ مقامات باجخانه یا گمرک تاجیکستان بستگی میگیرد. گنرال امروقلوف در آغاز سالهای 90 در پی کسب استقلال کردن تاجیکستان در تأسیس و تشکیل نهادهای گمرکی تاجیکستان سهمی ارزنده داشت و باعث نخستین رهبر کمیته گمرک عملا در سرگاه تأسیس این نهاد قرار داشت. خدایقل امروقلوف برای خدمت‌هایش به ارد نسبتامین و رتبه‌های مشاور دولتی خدمات گمرک جمهوری درجه 3 گنرال مایور امنیت سرفراز گردانده شده است. او همچنین در موضوع رشد روابط اقتصادی خارجی در شرایط اقتصاد دوره گذشته در نمونه تاجیکستان رساله علمیش را حمایت کرده سزاوار عنوان نامزد علمی اقتصادی شده بود.